روانه شما رای کنیم اول ما را شما جمله عزیزان زنده باشید شما جمله عزیزان زنده باشید از ما کنده نمیشه آب و دانه دیگر یارت نمیشم وفادارت نمیشم مقام خارت نمیشم مقام خارت نمیشم برو دستت خلاص نوشتم نامه از بینوایی ببندم با پر ماه هوای ببرم نامه را با دل بر من هزاران داد و بیداد از جدایی مادام تو که با میره خور خلقت زید بس که کنی کنی گید لکتیارا دیگه بسته مریضم هست یا این میکنی بس بفرمایی کاج شیراز رو با عمل کنه ایلک جو بله سعی تو برو جگر یک چند کلمه خودتون مشوره دارم به شرط به حرف نگو با روز دیگه میده کار تو بر بشم و حرف ایلک جو سیکو خواهر دیگه من خیلی بیاره بستانم بخور که شیری بفهمیدی این پولکا خود که جمع کردم این پولکا ما کمه حالا که توی این پولکا خود تو هم که جمع کردی تو میری که بخور سکیل بخری خب تو که سکیل بخری تو به این خونه که بیاری خب میفهم چی تیار میشه تکسی شهری تیار میشه تو چه کاری منی؟ برای تو بیار تو چه کاری منه؟ بیارمه مادر تو چه کاری منه؟ مادر تو میشه دیگه خیلی خب تو مادر تو پیرمه ایتا بگه ایتا کو دیدید دستشون سیگه تو وقتی که دانه به قلق انداختم 6 7 تا قلق شده جمع کنم 15 6 تا سلم بالا شده اونا نامه متو بدی بالا دوی شیری میدی سیگه چی میگم؟ موسیقی که تو بستونی بیاری به خونه اونجا که خالم بیایه عمیم بیایه مهمون بیایه دهنه که میره ایلک جو موسیقی لحظه بده که بچه من برسون تا بخونه یا بیا من برسون تا بخونه میتونی چیزی بگی حالا سیکو یک چیزی میگم که با فایده تو عوضته این پولکار بده برارمه ما بنازم بالی پولکار خود خواه که بریم یک گیب شیری بستانم که صبح با صبح هم شیر بخوری یا هم ماست سکل عدس میده و سکل هست برارمه میگه میل همه قضای بگیری تازه چی دستوره آمده؟ نیمه تو بشی فتایه من باشی نمونه میرسی در باشم نمونه خوش که بیا تو چی میگی؟ ماما تاره میگم تو بیا و تو بگو چی میگی؟ بیا تو بنی از گفت چیه بیا چی؟ تو بیا بشیم و تو بگو بگو تو طور سر تو این مطلق مونه شو نه این گپا مردم قدیمه این این گپا مردم قدیمه چی میگم؟ های پولکا خودی با خودی هم میریم گرم میسترم شیر میخوری ماست میخوری بابا خیلی خوشی که گرم شیر و ماست میفروشی پولا جمع میکنم میدم به تو برو بخور سکه بسو کار من رو رفته از تو با وقت پول ندارم خب من تو پول میدم تو بس که ما برکن مهی بگیرم مهی نیه چه نخراب میگم مهی هر دم از این بگیری تازیه یعنی هر دم سکه بخیری میشه واسه گم کارم آره فصله آره گم ارزونه گم دست میره گم ارزون شده خوب
واسه گه دست میره گه خیلی ارزون شده گیلا خیلی ارزون شده با گیروش من نمیتونم بخرم پس تو بالا من اینو بشین تو خاطر بعض روزا با اون خود یک کلمه راست نگفتی همیشه دروغ میگی با ما دروغ نگو چرا؟ با ما دروغ نگو ما میرم تو درس راست کنم گیلا سه که مامانی از گه بردم ها که تو یادم نگو گه کدام هر وقت سنیه نمیشه کدام گه بخره واسه که گیرون میشه حالا گه ارزون شده سکین هر پولش نمیشه سکین هست تو چه میگی می میل هر وقت بگی تازه نیه تازه پارسال بگیرستی تو می تو رو بده یکه بده نه تو بس که ما میرم بابا بابا هیچی ما بس یک سنه میگم معتالی این گپا مردم قدیمی میگه نه جدا اسرائیل بابا باشه در جدا اسرائیل سعی کنه بعد بگه این پلاکا به داخله که دیگه باید گیر بخرم کمال ارزونه با گیرون تو با کجا پول بیارم بابا کنجد نکشون فقط علف کشون غیر از علف دیگه چیزی سرز نکرده چی رقم زمینی بیده ای اوه بیدا سلام علیکم مادر باشیم مامان نوروز و علیکم سلام جور بشین رولا جان چی گپ برادر این شما چی علف کشته بودیم بزیر پل با خدا کنجتر پاشم هم علف سرز کرده عجیب گپیه به خدا عجیب گپیه چطوری مامان نوروز شو خوشمزده خدا برو مامان نوروز ما مستم برم به گنج برم خب خبر شدم گفتم شما گوی داره میفروشین گوی دارم انا گفتم از این کما برم از گنج بخرم بیام آدم میجی به پیش شما گفتم اگر می گوی بریم بدیم خیلی هم خوب نشانه با اونجا زیر درخت بگذار بفهمیدین خب گفتم اگر امیر به ما بدیم خیلی هم خوب میشه قیمت از این چی رقمه به چندی به ما میدیم رولا جو گوی مرکو بده کشته گویه دیدن بسر رو بدیدم. ماه هم هست آه، خودم بدیدم. میپنی رولا 10 روز بعد یا 20 روز بعد بخیر میزای او بدیدم تو گوی به تو به 80,000 خیلی هم مامان نوروز نیه خیلیه دیگه خود شما خبر دارین که حال گنج به زمین خورده خود شما خبر دارین که حال گنج پایینه چه کار یورو لو خیلی میفهمه گنج پینه اگه تو دست تنگ نبوده گوی یکی نیم لق قیمتی بکوکو میگم من یک چیزی میگم مامان نوروز بگو که شما هم دیگ نشیم نه من دق نمیشم با من 70,000 چی هسته؟ گو شما رو مامان بخرم نمیفروشی گوی با 70,000 نه نمیشم که یک لق ریپ قیمتی مامان نوروز 75,000 خوبه بابا مغز سر شما خرابه گوی که به سر مایه این رو سبا میدای گسالی اگه مادی بشی یک لگی بابا ما چند روز بقیه مونده یک 10 یا خب 15 با ما چی فرق میکنه میر مردم از او بگیرم تازه ما پولا شما رو میدم 10 روز بعد دیگه 15 روز بعد 20 روز بعد هر چی شما بگیم میام حالا مثلا نه، نیه که ما دوزی قیمتی که 75,000 نمیدم دست خود مامان نوروز بریم هم 80,000 از ما خیره 20 روز بعد میایم برای بفهمیدین سعی کنیم پولا شما هم تیار کرده میگیم ما در خونه میایم یا میگیم ما به در خونه بیایم بیار اگه منو در خونه بیار خوبه گپ اینه با ما هیچ فرقی نمیکنه میل هر وقتی از او بگیرم تازه 20 روز بعدم که بیای مشکل نداره 10 روز بعدم که بیای گو از مش بفهمیدیم ما نوروز آن نمازدار هر دم میگیم شما میایم در خونه میگیم من بیام پولا شما بیارم لا براره می عزیزم شما که هر وقت می ما این بریم اگنج بخریم برو بریم رو گوی اگنج بخریم چرا برد ما از تو یک چیزی پرسان میکنم تو پیار از یادم یا پیارتونه بابا پیار مسیندی تی شده حساب کار نمیکنه من حالا حساب نیرو کار خودت دست داد نه دیگه واسه خلاص اگه دیگه. پولام بیاردی بیا بابا حالا نمازدار بیام پولا شما رو میارم بیا گو بفهمیدی به من فرقی نمیکنه میگه آدم میل از او بگیری تازه بابا برات میگردم همین بندیلو نیرولا مغز سر کوچ شده مو سر برفته بچه مغز جان سر دستمو تنگ دیگه چه کار کنم دیگه ای بابا به خدا شما میتردی معامله خب پشیمون نشین که چی بگو دوی که به سر موهایه امرو سوا میزایه اما در خو قیمتی بیشتر به خیر خوشی میشه شما بگو بفروختیم دروغ به دروغ نیرولا بابا نمازدگه الان ما دگین کوکو مگوی خونه میفروشو برو برای کار خود پولا رو بابا گوی که به سر موهایه با شدن به 80,000 میده بیاین بریم چای خوب بخوریم برای گپ نداریم بخوریم یعنی گپ کوکی راست میگی بیاین بابا بیاین یلا خوریم نیرولا ما سر رد بخیلی چارو بکرو برای کار خوب بیاین که چای بخوریم بیاین والا دست عجیب برم خدا تا بیادی نکنم این پول میده سلام مامان شما سلامتی جان جوره کجا بدی تلفن همین تو به صحرا بدم ما برم رو به خونه خب بیشتر هستی دیگه شکر ماما جو بخیرین شکر میگم بله تو کم کم همین سلام علیک خورنگون میکنی های ماما این گپا چیه های
از اون خاطر خرجدار شما نه خاطر از اون روزی که همی گوسفند بسته از اون همی هیچی نه تور میبینو نه سایه تور هیچی و نمیبینو. سر همی کارا پرتویم ما و سر همی زمینایم شمال استراحت میکنیم به خونه نمیاییم کارا زمینداری بسپردیم به بچه ها و نواسه ها سپردیم. خب چکار کنم من تا کی کار کنم؟ راست میگین دیگه. نگم بله الان اینا سکو کرد اید قربان چند ماه تیر شده با واسطه همسایه داری واسطه رفیق داری ما گفتی یعنی 1 ماه تو گفتی 20 روز ما گفتم برو 1 ماه بفهمیدی که خود تو بیاری همین چارقرانه بده ما هم دست ما بنده همین که دیگه ایتا که نمیشه دیگه که سال قل زنه. ماما شاگل بله اون مثلا نشتینی که میگه میل هر وقت غذای بگیری تازه پولا گوسپند شما انگار بهم تا کیسی شما گذاشته دست ما فعلا تنگ پول نیه ما به شما بگفتم 1 ماه منتها بدخور شدم راست میگم میل هر وقت بگیری غذای تازه دیگه چی فرق میکنه پولا چی پیش شما چی پیش ما. آخه رمضان جان با کار داریم ما همون تایی که از تو 10 روپیه ما با 100 روپیه که دیگه از ما مایه. راست میگن خب ماما جوال کن نیه فعلا. رمضان جان تو برات میو کار وقت از او بگیری تازه و چکار و فلونه نباش فقط دمو 10 روپیه ما بیار که ما با کار داریم برا رو خوب بگردم. ماما جیگر میارم پولا شما را حق شما نمیخورم بس تکیم همه زادر بس تکیم حداقل 1 ماه دیگه هم بس تکیم پولا شما رو میارم دیگه 1 ماه دیگه ها دیگه تا پول به دست من بیایه. تو به من گفتی انمی خرمنا خود جمع کنم میارم به خونه پینجامن امسال شما خرمن جمع کردیم بدیدیم حاصل خیر برکاتی بود. خب دیگه ایتم به هیچ نشده بشده دیگه زودتر همونا به فکر بشو رمضان جان ما هم با کار داریم ما هم دست ما خالیه مگر بستو بستانیم. بابا ماما جو بریم ماما جو همه هر وقت غذای بگیریم تازه پولا شما میدم 1 ماه دیگه دل جمع باشیم بریم. خدایت دل خورگی نکنه ماما. رمضان جان من بیزارم میوم بیزارم تازگی اینم برا رو خوربه کردم.